نه دیگه سپاهان تیمی نیست که بیاد تو این ورزشگاه پیش این طرفدارا بخواد عددی باشه برای ما دیگه. اون اسم اینجا ورزشگاه آزادیه، ورزشگاه آزادی هم تیم‌ها میترکونن، هر کی پرسپولیس سپاهان هیچ کدوم فرقی نمیکنه، میترکونیم امروز. یکی از هوادارهای با سابقه استقلال. آقا چند ساله میای استادیوم؟ من الان هولوش 40 ساله. 40 ساله، ماشاءالله. چند سالتونه؟ من 58 سال. 18 سالگی میاید و همه سرما و گرما. امروز هم انصافا سرده، یعنی 3-4 درجه راحت زیر صفر تهران. ما به عشق استقلال میایم، واسه اون فرق نمیکنه هوا چی باشه. از کجا اومدی؟ من از استان گلستان شهرستان بندرگاه اومدم. یعنی از اونجا انصافا به عشق استقلال اومدم. من یکم فقط امروز تهرانی‌ها اومدن چون خیلی هوا سرد بود. به عشق استقلال اومدم، تو این برفم میام فقط به عشق استقلال. حد فکر میکنه چند بشه؟ استقلال این بازی رو 2-0 میبره. بقیه تیم‌ها همه بازیکن خریدن، تیم ما هنوز مدیر عاملش مشخص نیست که کی میخواد برای تیمش بازیکن بخره. میگه میخوام این هفته شگفتی ساز کنم، هر 2 ماه شگفتی ساز کنم. فصل نقل و انتقالات هم دیگه تمام شد دیگه. کی میخواد بره بازیکن بگیره؟ هر بازی میای؟ آره هر بازی. اینا پتو هم انداخته. آقا پتو به ما نمیدید؟ به خدا سردمونه ما. آقا سرد چجوری اومدین امروز؟ از کجا اومدین؟ ما کرج اومدیم به امید باخت استقلال هم اومدیم. جالبه اومدن تو جایگاه استقلالی‌ها تقریبا نشستن، کلاه قرمز و دیگه. آره دیگه، من به امید ایشای سپاهان بزنه. سپاهان هم که بازی پرسپولیس تو آزادیه دیگه. چرا اومدی جایگاه استقلالی‌ها نشستی؟ حالا میایم مرگ هوادارشون چطوری میوازن جایگاه خودشون، هم قیافه‌هاشون جذاب‌تر میشه اینجا. خداوکیلی خود استقلالی‌ها کم اومدن انقدر سرد، 4-5 درجه راحت زیر صفر. تعصب دیگه. من استقلالی کلاه بیا دیگه. شما پرسپولیس؟ با استقلالی اومدیم این دوتا رو به خاک 4 تا رفیقی، 2 تاشون پرسپولیسی، ما هم بینشون نشستیم دیگه. نکونام با تیمی که خیلی خوب نتونست ببنده ولی نتیجه خوبی داره میگیره برعکس خیلیا. یکی از حساس‌ترین رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امسال در یکی از سردترین روزهای سال در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. سپاهان که در دیدارهای اخیر خودش در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال و لیگ قهرمانان آسیا توفیق چندانی نداشته، به مصاف استقلالی میره که علیرغم کسب تساوی هفته گذشته مقابل ملوان انزلی هنوز صدرنشینی رو از دست نداده. رامین رضاییان ارسالش فوق‌العاده است. این بار بلند مستقیم میره به سمت دروازه استقلال. خود رامین رضاییان رو به جلو، رضا اسدی، یه پاس، موقعیت هست برای سپاهان و خروج خوبه سید حسین حسینی. کوتاه پرتاب رو انجام داد. حالا آرش رضاوند، ارسال بلندش، رافائل سیلوا، یه ضربه سر، سیاوش یزدانی پشت محوطه جریمه، روز به چشمی، یه گل وحشتناک برای استقلال. کی زد؟ چه شلیکی کرد روز به چشمی. معمولا میگن اون نقطه دروازه رو تار عنکبوت میبنده و حالا توپو فرستاد درست به همون نقطه. روز به چشمی پشت محوطه جریمه، یه پاس رو به جلو، فرصت هست، یه لحظه اشتباه، شهریار مغالو ضربشو زد، تو به تیر دروازه برخورد کرد.
چه اشتباهی کردن مدافعان استقلال. توپو میگیرن ازش. سیاوش یزدانی، رضا اسدی سمت چپ فضای خوبی داره. علی اصغر عرابی تک به تک، فرصت هست برای سپاهان. چه توپی گرفت سید حسین حسینی. ببینیم از این فرصت چه استفاده‌ای خواهند برد. توپو میفرسته روی نقطه پنالتی، یه ضربه سر، موقعیت برای استقلال، آفسایده. ابوالفضل جلالی دورخیزش، پرتابش، یه ضربه سر میزنه رافائل سیلوا. فرصت است برای استقلال. این موقعیت سپاهان لحظه به لحظه داره به چهارمین شکست متوالیش نزدیک میشه. حالا این اتفاق افتاد، سوت پایان مسابقه رو به صدا در آورد پیام حیدری. The goal was amazing. He scored a very good goal, and I'm happy for him. I'm happy for the team. How was the match? The match was very nice. You know, it was very important for us to win that game because it's a very important game. So we win. We are happy. We want to win every game, and we will keep the spirit to win all the games. What's your prediction about champion? No, we're not thinking about this. We're just thinking about taking game by game and giving our best in every game. So that's our goal. آقا روز به گلت ما رو یاد بازی ولز انداخت، خیلی خفن. خدا اونم کار خدا بود، اینم کار خدا بود. خیلی هوادار ازت راضی بودن. میگم اونایی که فقط تو سرما اومده بودن واقعا خیلی هوا سرد بود. برای ما که تو زمین میدویدیم سرد بود، اینا که بچه‌ها که رو سکو بودن که دیگه دم طرفدارا دیگه هم خدا رو شکر خوشحال فقط رفتن. قشنگ 6 امتیازی برده دا. بازی حساسی بود. این جزء بازی حساسی بود که داشتیم. بازی رفتم باخته بودیم و فکر می‌کنم اونجا هم بازی خوبی ارائه دادیم، ولی میگم خدا رو شکر که تونستیم 3 امتیاز رو بگیریم و همین از همه مهمتر خوشحالی هوادارا تو این سرما اومده بود. اینکه چرا نبودین هفته قبل خیلی بحث شد. مشکلات خانوادگی، همه چیزای ریز خانوادگی رو که نمیشه بیان کنی که به چه دلیلی نبودیم، که قرار باشه باید همه چیزو براشون توضیح بدیم. به همه چیزی که نباید برای کسی توضیح بدیم. خانواده استقلال یا خانوادگی خودت؟ خانوادگی خودم، با ما هم آدمی، ما هم انسانی، ما هم مثل تمام مردم ایران 1001 مشکل داریم. خیلی هم میگفتن به دلیل این بوده که پرداخت مالی استقلال به شما نده. من اصلا بحث مالی نیست با استقلال. الانم سوال کن از آقای خواجه‌گری، گفتم آقا برای من اصلا پول نریز، نمیخوام پول، اصلا بحث مالی من ندارم که من هر موقع پول بخوام میرم پول میگیرم، مشکل پولی ندارم. من به خاطر پول نیومدم استقلال که بخوام به خاطر پول قهر کنم. خدا شکر یه بازی بزرگ تونستیم ببریم، همه بچه‌ها تلاش کردن، دمشون گرم. دیگه میگم ولی اتفاق خاصی نیفتاده. امیدوارم که بازی بعدی همینجوری خوب باشیم که بتونیم به اون هدفی که میخوایم برسیم. چطور اتفاق خاصی نیفته؟ یه بازی 6 امتیازی صدر جدولی بود. میگم حالا تا امروز نهایت فردا باید خوشحال باشیم، همه تلاش ما بکنیم که برای این 12 هفته باقی مونده همینجوری تلاش کنیم. 2 تا موقعیت 100% داشتیم، خب نتونستیم به گل تبدیل کنیم و من به هوادارهای سپاهان قول میدم که به نوبه خودم مطمئن باشید که ما محکم برمیگردیم به لیگ و امیدوارم که الان دوشنبه با شمس‌آذر بازی داریم، امیدوارم از لحاظ روحی روانی بتونیم خودمون رو ریکاوری کنیم. ما بعد از اون 2 تا بازی هم که با الهلال داشتیم اصلا ما عادت نداریم به بازی مثلا وی آر باشه تو اون بازی. شما نگاه کنید اصلا ما تو لیگ برترمون اصلا وی آر نداریم. خب ما رفت و برگشت به وی آر باخت دادیم جلو الهلال، تو درون بازی 100 از الهلال سرتر بودیم، ولی خب شما دیدید سر یه اشتباه دوباره به مشکل خوردیم. در مورد این لیگ برترم فقط الان شرمنده هوادارامون شدیم. He's a loss for us today. بله امروز یک باخت برای ما بود. باور من اینه که خوب بازی کردیم، شانس داشتیم ولی موقعیت داشتیم ولی نتونستیم از موقعیتمون استفاده کنیم.
باید افتخار کنم به این تیم، به این گروهی که داریم. تا آخر جنگیدن، ولی خب فوتبال همینه. تازه برای ما نیم فصل دوم شروع شده، اولین بازی ماه و باید ادامه بدیم، شروع کنیم بردامونو و ببینیم در آخر فصل چه اتفاقی میفته. یه فوتبال خیلی خوب بازی کردیم و تونستیم نتیجه رو کسب کنیم و تشکر میکنم از تک تک بچه‌هامون، از دروازه‌بانمون گرفته کسایی که جلو بازی میکردن و اونایی که بیرون از ذهن بودن. فکر میکنم که تمرکزشون رو گذاشتم و تونستیم اون چیزایی که آقا جواد گفته بود ذهن پیاده کنم.